سلام دوستان، خوش اومدین به اولین ویدیو چنل من، یعنی امیر بلد. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. زنگوله فعال کنید تا برای ویدیوهای من آماده باشید. خب، موضوع این ویدیو من معنی کردن آهنگ ایمن نخدم 6 از زبان مازندرانی به فارسی. امیدوارم چنل من خوشتون اومده باشه. موضوع چنل من چالش و سرگرمی و ولاگ هستش. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. شروع میکنیم ترجمه کردن. ماشینتم برو بریم. ایمن نخدم 6 صبح اینستا باعث خد جغداینه. میگه ایمن نخدمه، یعنی باز من نخوابیدم، ساعت 6 صبح شد. اینستا باعث خد جغداینه، یعنی اینستا باعث شد که شبیه جغ شدم. شب بیدارم و تا دیر وقت چشم باز. خب اینجا میگه که زاکربرگ توف با تی متدین سانرایز بایه ون استوری بایه. خب یعنی چی؟ این یه ذره سخت باشه. زاکربرگ میدونی چیه؟ زاکربرگ توف توی متدین، این معنی یعنی همون معنی که بودش. طلوع خورد، این یکی هم که میگه سانرایز بایه ون استوری بایرم، یعنی طلوع خورشید شد باید استوری بگیرم. بریم بقیه من. این چون طولانی بود یه بار دیگه میام گوش کنین. خب این در زیاده، حواستون جمع باشه، خیلی مهمه اصلا. میگه تایپ ها کنم که good morning guys I'm so high اتش هست بلم like or dislike. این ترکیب مازندرانی انگلیسی انگار. تا همین وای وای من خاله گنگمه وای وای وای. خب این معنیشو بگم براتون. میگه تایپ کنم که صبح بخیر بچه ها من خیلی بالام. اینا اینجا ببین. میگه که من دوباره اینو میخونم چون اونی که هم دوبار گوش دادیم. میگه تایپ کنم که good morning guys I'm so high اتش هست بلم like or dislike من خاله گنگمه وای وای وای. بریم برای معنی کردنش. من از گوشی دارم معنی میکنم، نوشتم، امیدوارم معنی من درست بشه. میگه تایپ کنم که صبح بخیر good morning یعنی صبح بخیر بچه ها من خیلی بالام. به رفیقاش میگه من خیلی بالام. اگه موزیک ویدیوش هم دیده باشین میفهمید. یه دونه 60 بزنم لایک و دیسلایک، یعنی من 60 و لایک و دیسلایک بدم بهت. من خیلی گنگم بالاه وای وای وای. دوستان وسط این کار بگم که من برای اولین ویدیوم، ببخشید، من برای اولین ویدیوم گفتم شاید این ویدیو خوبی داشته باشه، دارم معنی میکنم، این کارا رو میکنم، وگرنه این کار اصلا جزء موضوع ویدیو چنل ما نیسته و چنل ما سرگرمی و ولاگ هستش. میگفتم که این ترجمه کردن اینا جزء کارای من حساب نمیشه و همین جزئی برای شاید ویو گرفتن فکر میکردم که این ویدیو خوبی داشته باشه و فکر میکنم. بریم برای ادامه. تا من خواب سر ظهر بدنم کوفته است و استل تپ و چوله. خب میگه تا پاشم از خواب سر ظهره. این فارسیه. بدنم کوفته است و استایلم چپ و چوله. این معنی هم دیگه نمیخواد دیگه، همین هست. خب
دوستان تا ویدیو بعد که سرگرمی و ولاگ هستش، خدا نگهدار.